اگه یهویی فقط 2 دقیقه وقت داشتم تا با کل مردم دنیا حرف بزنم، اینو میگفتم. کل زندگیت میتونه فقط توی 1 سال عوض بشه. آره، برای خیلیا هیچ چیز تغییر نمیکنه. رویاها فقط یک رویا میمونن. ایده ها هیچ وقت واقعی نمیشن، ولی قرار نیست اینطوری باشه. منم حس رو میفهمم. خودمم توی اون چرخه گیر کرده بودم. فقط برنامه‌ریزی، انگیزه گرفتن و منتظر موندن برای لحظه مناسب. ولی اون لحظه هیچ وقت نیومد. تا اینکه یه چیز کوچیکو متوجه شدم که همه چی رو تغییر داد. هر روز 2 تا انتخاب داری. یا راحت بمونی و همه چی همونطوری بمونه، یا اینکه ریسک کوچیک بکنی و بری جلو، حتی اگر که حس کنی هیچ کاری انجام نمیدی. حتی اون وقتام که کاری نمیکنی باز داری یک انتخاب میکنی. اگه میخوای از این حس گرفتاری در بیای، بذار قدم اولو بهت بگم. یه قلم بردار و فقط یک سوال رو بنویس که من چی میخوام. لازم نیست همین الان جوابشو بدونی. هر چیزی که به ذهنت اومد بنویس. حتی اگه الان هیچی به ذهنت نیومد، فردا دوباره امتحان کن. تحقیقات نشون داده کسایی که هدفاشون رو مینویسن 42% احتمال بیشتری داره برای رسیدن به اون هدف. چرا؟ چون نوشتن ایده‌هاتو واقعی میکنه. یه روزی رو تبدیل میکنه به داره اتفاق میفته. قدرت یه شروع کوچیکو دست کم نگیر. فقط این یه سوالو بنویس. شاید همین لحظه شروع همه چیز باشه. 1 سال بعد از الان شاید یه زندگی متفاوت داشته باشی. همه چیز از همینجا شروع میشه. با یه قلم، با یه کاغذ ساده، با یه سوال کوچیک. چی میخوام؟ منتظر لحظه ایدئال نباش. همین امروز بنویس.